سفر یکم بیاد است. سال 97 بود شما به نویه مرغاب با نیو آمده بودید. من در خاطر دارم. در نزد مقامات شما ایستادید. من امونجا معاون زنان نایه بودم. شما رو پیشواز گرفتم. همه مردم فرودگاه رفتن پیش چکوال. ما آمدیم ماشین قطعی از اینجا گفتن هوا برف بریده ایستاده از مرغاب رفتن نمیشه. اما میرویم. من از سفرم نمیگردم. نباشد پیاده میرویم. از قطعی میرویم. قاضی دولت قایمدادش اینجا حضور دارن. در اون زمان معاون سروزیر بودن. یک جای چرخبال رفتیم. قریبی نایه رسیدن در کوه ها است. برف سر کرد به درجه ای که دیگر ورتالات پیشش نمیبیند. نمیبینیم که بنیاد شدید. لیاچه ها گفتم ما نمیرویم دیگر. ما میزنیم کودم گرد. رفتن در چون که هم دیه را دیدم. یا دیه ما دکک بلونکول. قاضی دولت پرسیدم کجا است؟ گفت که بلونکول. ما میشنیدیم از رادیو که کورسالیده با دعوا را از بلونکول میدادن. بلونکول بعد گشته آمده بالای همون دیگه دایم گفتم یک جای همواری بیاو برف برده ایستاده است. میستیم گفتن نمیست ما میستیم فر آمدیم. کودکا دویدن آمدن. حتی مورد اداره جماعت بر اداره جماعت بردن یک کلف انبارا دا کشال میکردن پیش. همی قدر است. بعدا یک همکورس قاضی دولت قایداش از جا پیدا شد آمد. گفت شما اینجا نیستین. ما لیاچکا را گفتیم شما تیار شوین. همین بس کرد و میرویم. همین آدم گفت که ما میرویم. ما رفتم و دکار یک ماشین بیا ما پوشه میتیم. ما را تا مرغاب برد. گفت که یک ماشین دارم و چر نداره دیگر نداره. بیا خانه ما رویم. بیا شما گرمی ده بیستین. گفت ما ماشین از ساز میکنم. یک نیوه داشته است. بلان نیست اکومولاتور نیست. ما را خانه در آورد پیش کرده الو خانه گرم تازه آزاده نمیدونم. باید گواره از کودک گریه داره. آیده شما بیرو بر آمدن. من گفتم که گوش کن برادر تو باید باید که کودک ما میجمونم. کودک گواره را جمونده گرفتم. قاضی دولت اومد بود نمی کسی دیگری بود. گرفتم باید کرده گرم شدیم. بعدی همگی 10 دقیقه دسترخوان آوردن. پرت افتن کلچه های گرم. با درجه کلچه های گرم او خیلی کلچه را من همین قدر میگردم دیگر نمیبینم. چه وای در کجا پخته است؟ بالای وای ریخته وای کردن یک لگند گوشتی قیله قطاس گرم کرده است. بین 1.5 ساعت بالون هم یافتن اکومولاتور هم یافتن ماشینش ساز کردن تیار کرده آمد گفت که محترم پرزیدنت ماشین تیار خوراک هم میخوریم سوار میشیم. 8 کس در یک نیوه بالای هم بر آمدیم رفتیم راده ای خدا گریه گذاره ای خدا ای رو بقبل راه پوری برف ای خدا حالی ما خیش تبار ما صورتگیر نیست صورتی ما رو گیره خیش تبار ما بگم که ما پرزیدنت این ماشین قدی بردم میگه ایره دیوانه چه کفتاش بردن باور نمیکنند میگه که همین ماشین ده پرزیدنت شده. وقتی همین کوه در نزدیک شدن در برف تمام شد. آفتاب بر آمد. چرخ بالای ما دا بگذاشتن برفتن. مرکز نویه. تمامی مردم از پیش حکومت رفتن فرودگاه پیش چرخبال پرزیدنتشان پیش ازگیری. ما رفتیم نزد حکومتی نویه. یک کس نیست راست میگم. این کسا بر آمدن و گفتن که خواهد گشتم میام اون مردم آموزه یکی ملاقاتی ما با درست میگن مردم قطعی ملاقات کردیم با یک پیاله چوهای شانا گرفتیم بعد گشتم آمدیم. اما نیوه را بردم بر نیوه را اما بیسر گواره ده بود کلان شده است. پدرشان از دنیا گذشت ولی
یک نیوه نو خریدم و نیوه را دوشنبه بردم زیدم اونم. یک دو دهه دیگر مانده است تا آخر سال نایه مرغاب پور با برق تامین میشه. من این دفعه نتوانستم مردم در رسانید. الکی من از چین 70 میلیون دلار گرفتم و از کلمت تا نایه شما راه انقدر بین‌المللی میشه مثل راه دوشنبه. و از این طرف میرویم تا مرغاب کلمه راه میرویم. راه این حیات آبادی پیشرفت ترقیات همین است. سلامت باشید.